خوشمون به علی دست چنله MMA7 ولی منم بسته به خیلی دفعه یه قرار بود که یک پیل بود همراه با چهار پسر یک سامیان مادر پسرها مرده بود چهار پسرها مرده بود خانهش در اصل یه خانه اینا آتیش گرفته بود برای همین اینا رفتن نمیتونن دیگه بچه ها فکری رو کم مجبورشن یه خونه جنگل مناسب شب شد پدر یادش رفته بود که حتما برای خود تجربه خودنی و خود از نظره یه غذا داره برای این شده دیگه پدر دنبال غذا تا رفت به رستان بچه ها هم گفت بچه که در باز نکنیم که اینجا بخاطر ما اینجا آزاد ما بله بابا میگه دوستی که اینجا نمیشه باز چیه نگه ولی بچه ها تو خانه در همین حین متن بایداد تفکیل کرد اصلا یادش لامین یامال
اینجا اصلا صفحه نیست. اینجا همش سرک خامه بود. اینجا نزده سویه نمیفهمید این آمار چیه؟ این خواستم من اینجا اسم این جن دیدی خیلی مرده میگه دیگه. اینجا نیتی بود داخل این رکشن قبل بود که مرسول اینجا چند نزده سویه اینجا یه قبر بود. قبل میزون با آن چیکار کرد نزده سویه اونجا نشته بود در قبل و در همین حین اونجا نزده سویه نشته بود باید نشته رنگ رنگ دو کنید سخرم رانیه چی من اصلا من دیست کرد برای همین نزده سویه و رانیه یکی کن حوض نکنید تکی باشه که اینجا نمیفهم خانه‌مون برای شب جمعه قرار ما یک سلس بکنیم تا این رانیه رو خواهد کنیم و ببینیم مشکل این چی بود بس رفته و حالی ما رو بررسی کنیم تا کدام چیزی میدونیم به دنجایی و بگیم یادشون میگم لایک سامو بزنید مگر نه ویدیو این شب جمعه رو نبینید. اگر این ویدیو لایک و سابسکرایب نکنید شب همین معد خاطر که بچه و پدره چون اون در افغانستان زندگی میکنه. ویدیو قطع